توی پاسگاه مرزی 2 تا سرباز آخرای خدمتشون بود. یکیشون بچه بلوچستان و اون یکی هم کرد بود و بچه کردستان. این 2 تا خیلی با هم دیگه رفیق بودن، طوری که مرخصی نمیرفتن تا بیشتر کنار هم باشن. بلوچ پدر نداشت، از بچگی فقط یه مادر داشت که هم واسش پدری کرده بود هم مادری خیلی هم دوستش داشت. همیشه راجع به مادرش پیش رفیق کردش کلی صحبت میکرد. آخرین شبی بود که تو پادگان بودن، اصلا جزو سربازای پستی نبودن و قرار نبود اینا پست بدن. یکیشون میگه داداش عشق کردم امشب دوتایی بریم بالا برجک، فردا دیگه من میرم شهر خودمون و تو هم میری شهر خودتون، امشب رو با هم باشیم. اون یکی میخنده میگه فکر خوبیه، با 24 ماه خدمت بریم بالا برجک و پست بدیم. باشه قبول میکنم. خلاصه یه اسلحه میگیرن و دوتایی میرن بالا برجک، سیر با هم دیگه حرف میزنن. ساعت حدود 3 صبح میشه که همون برجک مورد حمله قرار میگیره. اونی که بچه کردستان بود تفنگ دستش بود، به رفیقش گفت اینا اصلا نمیدونن 2 نفر تو برجکن، من میرم بیرون یا میکشم یا کشته میشم، تو بخواد کف برجک و با هیچ کار نداشته باش. بلوچ قبول نمیکنه. رفیقش میگه نفهم بازی در نیاد دیگه، میبینی که یه اسلحه بیشتر نداریم، تو مادر چشم به اون فکر کن. خلاصه دوستشو راضی میکنه که بخوابه کف برجک، خودش هم تیر مشقیاشو در میاره و میره بیرون. یکیشونو میزنه و میبندنش به تیر و پسرش شهید میشه. این داستانو پسر بلوچه واسم فرستاد، گفت رفیق خیلی داشتم ولی داداش همین یه دونه بود که اصلا گرفتنش. ببینم تو چی از این داداشا داری که خودشو فدای تو کنه؟ اگه داری بفرست واسش.